احترام خدمت همه همراهان گرامی aviators.info. در این ویدیو با آموزش نحوه استفاده از نرم افزار نبلاگ پلنر در کنار شما عزیزان هستم. بعد از اینکه وارد پنل کاربری خودتون شدید، از این قسمت میتونید به این نرم افزار دسترسی داشته باشید. این نرم افزار کاملا به صورت آنلاین طراحی شده. تمام اطلاعات روی سرورهای ما ذخیره میشه و شما در هر جایی که نیاز داشته باشید میتونید از این اطلاعات استفاده بکنید. این هشدار رو هم در مورد استفاده از این نرم افزار به شما بدم که دوستان عزیزی که دانشجویان خلبانی هستن، شما موظف هستید که حتما به محاسبات دستی با فلات کامپیوترهای دستی مثل CRT مسلط باشید. اگر از شما سوالی پرسیده شد، بتونید در واقع محاسبات و روند محاسبات رو توضیح بدید و انجام بدید. این محاسبات کاملا مشابه محاسبات در واقع CRT هست، بسیار دقیق تر از اون هست. جوابی که شما با CRT به دست میارید به هیچ عنوان تفاوتی با این جواب ها نمیکنه، بلکه این جواب ها دقیق تر هستن و همین لازم دونستم که این نکته رو بهتون گوشزد بکنم. و این سامانه صرفا برای دانشجویانی هستش که به این محاسبات مسلط هستن و تمایل دارن که در واقع زمان محاسبات تکراری رو یه مقدار کوتاه بکنن و در واقع راحتی بیشتری داشته باشن. خب بریم سراغ بخش‌های مختلف این نرم افزار. توی قسمت اول ما یک سری در واقع نبلاگ‌های پیش‌فرض رو داریم. حالا برای مدرسه‌ای که حالا اینجا ما داریم، ما یه سری نبلاگ رو در اختیارمون بوده، اینها رو در واقع چک پوینتاشو وارد کردیم و حالا شما میتونید از اینها استفاده بکنید. دوستان عزیز میتونن نبلاگ‌های پیش‌فرض مدارس خودشون به همراه اطلاعاتش مثل در واقع ارتفاعات پروازی یا حالا فلایت دیتا خودشون رو برای ما ارسال بکنن. ما اینها رو به این قسمت بیایم و اضافه بکنیم و شما بتونید از اینها استفاده بکنید. دوستان شما هم همینطور بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. برای مثال فرض کنید که من میخوام نبلاگ پیش‌فرض پیام به زنجان رو اینجا بارگذاری بکنم. وقتی این کار رو انجام بدم، اینجا این چک پوینت ها برای من اضافه میشه. ببینید که تمامی محاسبات به صورت کاملا خودکار انجام میشه. تنها چیزی که شما باید اینجا به روز رسانیش بکنید اطلاعات هوا هست که هر روز در حال در واقع تغییر هست. مرجع اصلی ما برای بروزرسانی اطلاعات هوا توی حالا نبلاگایی که در کشور خودمون فعلا پر می‌کنیم، وبسایت irimo.ir یا سایت سازمان هواشناسی کشور هست. اگر اینجا من کلیک بکنم، وارد یک صفحه میشید. از این قسمت اریا فورکست ها میتونید بیاید و برای اون مناطق پروازی خودتون اریا فورکست ها رو مشاهده بکنید و آنها رو دیکد بکنید و از اطلاعاتش استفاده بکنید. همینطور مراجع دیگه هست. حالا من اینجا وبسایت windy.com رو هم گذاشتم. از هر کدومش که راحت هستید میتونید استفاده بکنید و این اطلاعات رو بروز بکنید. شما میتونید اطلاعات رو برای در واقع دو لول مثلا ایریمو وارد بکنید، خودش به صورت خودکار میاد و این اطلاعات رو برای شما اینترپولیت میکنه. من اینجا مثلا فرض کنید حالا اینها رو دستی تغییر بدم، روی گزینه آپدیت بده که کلیک بکنم، میبینید که این محاسبات سمت و سرعت باد و دمای اینترپولیت شده به ازای این ارتفاع در واقع تغییر میکنه. ارتفاعات پروازی رو هم شما میتونید و حالا کلا فلایت دیتا پروازی رو میتونید بیاید از این قسمت فلایت دیتا، مثلا فرض کنید که من میخوام با سرعت ایندیکیت 80 پرواز بکنم و یا مثلا فرض کنید ارتفاع 6500. فیول فلو واحدش اهمیتی نداره چون بر اساس تایم هست. تو بعضی هواپیماها واحد گالون هست، بعضی ها لیتر هست، اصلا اهمیتی نداره. من فعلا برای هواپیمای پایپر رو وارد کردم و فرض کنید وریشن هم 5 هست. دقت بکنید که وریشن های مثبت به معنای وریشن استرلی هستن و وریشن های منفی به معنای وریشن های در واقع وسترلی. من گزینه آپدیت رو که کلیک بکنم، می‌بینید که این اطلاعات پروازی برای من آپدیت میشه که شامل در واقع سمت و سرعت باد و دمای اینترپولیت شده. ویند وکتور هست که اینجا من کوارترینگ لفت در واقع هد رو دارم و میزان مؤلفه هد و لفت کراسش رو هم برای من چیکار کرده، حساب کرده. ترو کورس، دیستنس ها، ویند کورکشن انگل ها، نمیدونم ترو ایر اسپید، گراند اسپید و ایتی های من کاملا خودکار محاسبه میشه و اینجا بروزرسانی میشه. خب این از در واقع نبلاگ های پیش‌ورز. حالا فرض بکنید که شما تمایل دارید نبلاگ مورد نظر خودتون رو بسازید و اون رو ذخیره بکنید و در آینده ازش استفاده بکنید. به چند طریق میتونید بیاید و نقاط خودتون رو انتخاب بکنید. یکی استفاده از در واقع این قسمت کاستوم پوینت یا این هستش که شما بیاید و نام مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و مختصات اون رو اعلام بکنید. برای پیدا کردن مختصات خیلی راحت، کافیه که بیاید از گوگل مپ استفاده بکنید. برید به اون نقطه مورد نظرتون، به صورت ویژوالی نقاط رو چک بکنید. مثلا اینجا من فرض کنید در واقع شهر ساوه رو میخوام انتخاب بکنم. اینجا من اگر بیام و راست کلیک بکنم روی شهر ساوه، میتونم مختصاتش رو با کلیک روی این گزینه کپی بکنم. اینجا که مختصات کپی شد، میام اینجا یک اسم براش انتخاب میکنم، مثلا فرض کنید شهر ساوه
و مختصات اون رو به این حالت اینجا کپی میکنم. دقت کنید که گوگل مپ لتیتود و لانجیتود رو با هم کپی میکنه و شما اینو باید حتما جدا بکنید. گزینه اینسرت رو که بزنم اینجا برای من اون نقطه اینسرت میشه، در واقع مختصاتش رو به در واقع سیستم DMS اینجا برای من می‌نویسه و اگر اطلاعات خاصی برای اون نقطه باشه اینجا به من نشون میده. همچنین میتونید با استفاده از ایرک ها مثل مشابه در واقع CD و یک هواپیمای در واقع تجاری بیاد و اینجا نام نقاط رو در واقع سرچ بکنید. مثلا فرض کنید که من میخوام ویار اصفهان رو پیدا بکنم، ایندیا سیرا نوامبر رو سرچ میکنم، اینجا نتایج رو به من نشون میده و با کلیک بر روی گزینه اینسرت نقطه بعدی چی میشه؟ اضافه میشه. مثلا حتی میتونم فرودگاه ها، نوعیت ها و تمام فیکس هایی که وجود داره، مثلا فرض کنید من فیکس گسیف رو در واقع بیام وارد بکنم، چه که جستجو بکنم این رو برای من پیدا میکنه و بعد در واقع کلیک کردن روی گزینه در واقع اینسرت اینجا این رو میاد و به من میاد و این رو نشون میده. همین خیلی راحت میتونید نبلاک های خودتون رو در واقع بنویسید، فقط کافیه که چک پوینت ها رو وارد کنید، خودش تمام محاسبات رو برای شما میاد و انجام میده. و برای ذخیره کردن این نبلاک هم کافیه که بیاد این قسمت بالا یک اسم براش انتخاب کنید. مثلا اینجا من اسمشو میذارم در واقع ساوه مثلا تا نقطه کسی. گزینه نیو پلان رو که بزنم اینجا به قسمت در واقع نبلاک های سیو شده من چی میشه؟ اضافه میشه. این کاملا آنلاینه و شما با هر دیوایسی هر جایی که بخواید به این میتونید بعداً دسترسی داشته باشید. یعنی اگر من الان اینو پاکش بکنم اینجا میتونم کلیک بکنم و اینجا لودو که بزنم اون نبلاگی که من نوشته بودم برای من چی میشه؟ بارگذاری میشه با تمام اطلاعاتی که اینجا داشتم، نه هر چی که اونجا من آپدیت کرده بودم اینجا میاد و برای من در واقع وارد میشه. خب اگر هم بخوام این نبلاگ رو در واقع تغییر توش بدم میتونم خیلی راحت، مثلا فرض کنید من اینجا قبلا یک نبلاگی نوشتم، میخوام این نبلاگ رو حذفش بکنم، اینجا از گزینه ریموو میتونم استفاده بکنم و حذفش بکنم. یا مثلا همین نبلاگی که الان نوشتیم و من لودش بکنم، میخوام یک تغییری داخل این ایجاد بکنم، میتونم مثلا فرض کنید میخوام یک نقطه جدید اضافه بکنم، مثلا به فرودگاه پیام انتخاب میکنم و بعد روی گزینه سیو که کلیک بکنم این تغییرات توی این نبلاگی که الان لود کردم چی میشه؟ ذخیره میشه. الان دوباره همون نبلاگو که من بیام لودش بکنم اینجا میبینید که تغییرات جدید من ذخیره شده و با تغییرات جدید این رو برای من میاره. اگر هم بخوام نبلاگ برگشت رو بنویسم نیازی نیست از اول بخوام همه نقاط رو وارد بکنم، اینجا از این گزینه ریورس نبلاگ استفاده میکنم، میاد تمام این چک پوینت های منو برام برعکس میکنه. حالا میتونید از همین استفاده بکنید، میتونید نبلاگ برگشتتون هم ذخیره بکنید. مثلا من برگشت در واقع فرض کنید حالا همون اسمشو عکسو میذارم که یکی بشه، این رو اضافه میکنم و اینجا دیگه از این به بعد هم نبلاگ رفت رو دارم هم نبلاگ چی؟ برگشت رو. خیلی راحت میتونم از هر دو اینها هر وقت خواستم استفاده بکنم. حالا شما حتی میتونید نبلاگ‌های خودتون رو در واقع سیو بکنید، ما به این نبلاگ‌ها دسترسی داریم و بعد به ما اعلام بکنید که مثلا فلان نبلاگی که ما سیو کردیم نبلاگی هستش که تو مدرسه ما استفاده میشه و ما بعد اون نبلاگ رو کپی میکنیم داخل نبلاگ‌های در واقع دیفالت بررسیش میکنیم و اینجا واردش میکنیم که بقیه دوستان شما هم بتونن در واقع از این استفاده بکنن. امکانات کلی سامان این بود. به نظرم بسیار کمک کننده هست، خصوصا برای دانشجویانی که حالا به اون محاسبات مسلط هستن. بسیار زمان کاری و وقت شما رو در واقع سیف میکنه و امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.